گر باده خوری تو با خردمندان خور، یا با صنمی لاله رخی خندان خور. بسیار مخور و رد مکن فاش مساز، اندک خور و گهگاه خور و پنهان خور. آقای خیام در هر صورت میگفته بخور، ولی چه جوری بخور؟ اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، بین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. آن روز که توسن فلک زین کردن و آرایش مشتری و پروین کردن، این بود نصیب ما ز دیوان قضا، ما را چه گنه قسمت ما این کردند. افسوس که نامه جوانی طی شد و آن تازه بهار